السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. پایافزال در زندگی چیزی مهم است. راحتی جسم از پایها شروع می شود و هر کسی برای خود پایافزال خوب را اختیار می کند تا که برایش راحت بیاورد. ولی وقتی انسان اسراف می کند و به سبب اسراف گمراه می شود، خواهشات نفسانی خود را پیشه می کند، در چنگ شیطان می افتد. شیطان میگوید ولأضلنهم ولأمنینهم، حتما من آنها را گمراه میکنم و آنان را به آرزوهای باطل میافکنم. و الله متعال در قرآن میفرماید ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، یعنی اسراف کنندگان برادران شیطان ها هستند. یک شرکت امریکایی پایافزالی میفروشد مثل شرکت نایک است. این بار این پایافزال از پایافزال‌های دیگر فرق زیاد دارد. یکمین این که نامش پایافزال شیطان است. در درون پایافزال ستاره یهودی ها با رنگ سرخ، یعنی اشاره به شیطان است و در بالاش صلیب دارد. در یک طرف پایافزال از انجیل نوشته شده است، لوقا 10 آیت 18. در این آیت چی نوشته شده است؟ میگوید دیدم شیطان را که می افتد مثل برق از آسمان و با این تمام نمی شود، بلکه اگر به تگ پایافزال نظر کنی 60 سانتی متر مربع رنگ سرخ دارد با یک قطره از خون انسان. یعنی خون انسان و خود انسان تا درجه بی‌قدر شده است. الله متعال در قرآن می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم کرامت دادیم، مرتبه دادیم، حتی اینکه در نزد آدم علیه السلام ملائک سجده کردند. لیکن بینید که شیطان کار خود را به کجا برد. وقتی شیطان سجده نکرد، وعده کرد که من بنده هایت را گمراه میکنم و این پایافزال را به نرخ 1018 دلار امریکایی میفروشند که وقتی به فروش ماندن در حال پایافزال ها را فروختند. بینید وقتی انسان گمراه می شود، نابینا می شود، به راه می رود و هیچ چیز را حس نمی کند.